سبستیشن نور الجهاد در ولایت هرات تکمیل شد و مردم شریف ولایت هرات که تقریبا در حدود 70,000-80,000 مشترک بسیار به مشکلات جدی روبرو بودن و ولتاژ درست دریافت نمی کردن. امروز لله الحمد اونا ولتاژ درست دریافت میکنن. نه تنهایی که ولتاژ درست دریافت میکنن، تقریبا در حدود 27,000 مشترک یا 25,000 مشترک اضافی هم از برق بهره‌مند شدن که این هم یک دستاورد بزرگ برای برشنا شرکت، بر تیم تکنیکی و رهبری برشنا شرکت شمرده می شود. موضوع پارنده را رئیس گفتن انشالله ان قریب پروژه پارنده هم در ولایت پنجشیر تکمیل خواهد شد و به بهره برداری سپرده خواهد شد و برق از او هم در شبکه ملی ولایت پنجشیر و اگر اضافه باشه به ولایت همجوارش که پروان است به او جذب خواهد شد. پروژه های بزرگ متعدد روی دست برشنا شرکت موجود بود که شما میدانین که با فتح افغانستان و آمدن امارت اسلامی افغانستان دونرهایی که برشنا شرکت در این بخش حمایت میکردن اونا حمایت خود را از برشنا شرکت دست خود برداشتن و برشنا شرکت آرام ننشست. کوشش خود به ای کرد که چه رقم بتانیم که می پروژه های نیمکاره را با پیسه خود و یا ای که با سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران و یا با مشارکت با سرمایه گذاران پروژه ها را تکمیل کنیم. لله الحمد ما بسیار پیشرفت های بزرگ را داریم. همه دستاوردهایی که رئیس تشریح کردن که چقدر برق ازدیاد شده، چه رقم پرچوی ها کم شده، چه رقم مدیریت سالم درست شده، چه رقم ضایعات کم شده، یا همیشه از یک مدیریت سالم و خوب که نشان دهنده نتایج مثبت است می باشد.